با گوشیت به راحتی امضا بزن. از سند و مدرک اول عکس میگیرید، وارد گالری میشی، روی این گزینه ادیت میزنی، قسمت بالا روی این به علاوه و گزینه چهارمی اد سیگنچر، اینجا امضاتو میزنی و گزینه دان. اینجا میتونی امضاتو بزرگ و کوچیک بکنی و هر جایی که دوست داری بذاری. به همین راحتی. این کمپانی ما یه آیفون دارم روزی 5 بار میزنم تو شارژ. سلام، چرا 5 بار؟ روزی 1 بار، نهایتا 2 بار. همه آیفونیا بعد یکی دو سال باتری آیفونشون ضعیف میشه، ولی با همون وضعیت کنار میان. حالا راهکار چیه؟ 1 بار وقت میذاری، میای باتری آیفون رو عوض میکنی، دیگه واسه همیشه خیال خودت بابت باتری راحت میکنی. از آسیب رسیدن به بقیه قسمت‌های گوشیت هم جلوگیری میکنی. اونم نه یکی دو روز، کمتر از 1 ساعت واسه عوض میکنی. بابت مقاوم بودن در برابر آب، چسب واتر پروف هم واسه نصب میکنیم. تازه 6 ماه هم بهت گارانتی میدیم. دیگه چی میخوای؟ اگه باتری دستگاه شما هم ضعیفه، همین الان درصدش رو واسمون کامنت کن که هم قیمت و هم یه راهکار مهم واسه حفظ سلامت باتری بهت بگم. این ویدیو رو هم بفرست واسه اونی که همش میگه گوشیم تو شارژه. در پشت گوشی شما ممکنه اینجوری بشکنه، مثل این آیفون 14 پرو مکس که به خاطر همین شکستگی در پشت باتریش باد کرده. حالا بریم که به خود مشتریمون زنگ بزنیم داستانشو بشنویم. چون همین داستانی که به من گفتین دوباره میگین؟ بله حتما. راستیتش گوشی من 1 ماه پیش افتاد زمین. درسته؟ پشتش شکست ولی متاسفانه نیومدم درستش کنم. تا اینکه چند روز پیش متوجه شدم که بغل گوشیم باز شده. بعد آوردم پیش شما هم به من گفتید که مثلا اینکه باتری گوشیت باد کرده. بله دقیقاً. مرسی. حالا بعد از باز کردن دستگاه طبق معمول شیشه خورده های درب پشت رو میبینید که وارد خود دستگاه شده و باتری رو سوراخ کرده و باعث شده که باتری باد بکنه. اینجاست که باید گفت پیشگیری بهتر از درمانه. الان به جای درب پشت باتری هم باید تعویض بشه. البته بازم جای نگرانی نداره، چون ما تو مجموعمون تو کمتر از 3-4 ساعت مثل روز اولش دستگاه رو درست میکنیم. حالا به نظرتون اگه باتری بیشتر باد میکرد چه اتفاقی ممکن بود بیفته؟ داخل کامنت ها بهمون بگید. میخوام به این اونایی که درست میگن هدیه بدیم. سلامت باتری 1%. واقعیه یا کیکه؟ واقعیه. بریم بر تعویضش. بعد از باز کردن پیچای دستگاه LCD رو که کنار گذاشتیم، میریم برای جدا کردن باتری که بهتره بگم بمب ساعتی. حالا باتری جدید با باتری قبلی مقایسه میکنیم که هیچ فرقی با هم نمیکنن. عین فابریک چسبشو میزنیم و باتری رو روی دستگاه نصب میکنیم. LCD و تمام جزئیاتش رو میبندیم و تمام. حالا شما پایین‌ترین درصد سلامت باتری که دیدید و داخل کامنت ها بهمون بگید، یا اصلا درصد سلامت باتری خودتون رو بگید. اگه این اتفاق افتاد بهتره تعمیرش کنیم یا یکی نوشو بخریم. این گوشی که تریکی 13 پرو مکسه که اگه بخوایم نوشو بخریم قیمت آکبندش تو بازار حدوداً 150 میلیون تومان رو کار کرده، حدوداً 70-80 میلیون تومانه. اما اگه بخوایم تعمیرش بکنیم تو اکثر مواقع شاسی و LCD نیاز به تعویض داره که هزینه تعمیرش حدوداً نصف قیمت گوشی کار کرده میشه. اما نکته اصلی اینجاست که باید گوشی به صورت اصولی تعمیر بشه. که ما تو مجموعه رایان کمپانی با استفاده از قطعات اورجینال دستگاه شما رو مثل روز اولش جمع میکنیم و بابت مقاوم بودن در برابر آب چسب واتر پروف هم واسهتون نصب میکنیم و کل فرآیند این کار در کمتر از 3-4 ساعت انجام میشه. تازه تمام خدماتمون هم گارانتی داره. حالا شما بگید اگه دستگاه شما بود تعمیرش میکردید یا یکی نوشو میخریدید؟ داخل کامنت ها بهمون بگید. باتری آیفون بعد از 2 سال اینجوری میشه. حالا به اینجا تا بهت بگم باتری با کیفیت باید چجوری باشه. نمونهش رو توی آیفون 13 پرو مکس میخوام بهت نشون بدم که دستگاه داغ میکنه و خیلی زود شارژ خالی میکنه. و اما مهمترین مسئله برای تعویض باتری کیفیتشه که هم از لحاظ ظاهری و هم از لحاظ ظرفیت و میلی آمپر باید با نمونه فابریکش یکی باشه. نکته مهم بعدی از آیفون XS به بعد زمانی که باتری تعویض میشه داخل تنظیمات ارور تعویض باتری میزنه که ما با جابجایی فلت و پروگرام این مسئله رو واسهتون حل میکنیم. و مسئله مهم بعدی باتری باید گارانتی داشته باشه، نه 1 ماه 2 ماه. مثلا باتری ما 6 ماه گارانتی داره. و در آخر برای اینکه کار به صورت اصولی جمع بشه چسب واتر پروف بابت مقاوم بودن در برابر آب باید نصب بشه. حالا شما درصد سلامت باتریتون رو کامنت کنید تا بهتون بگیم باتریتون نیاز به تعویض داره یا نه. این ویدیو رو هم بفرستید برای دوستان آیفونیتون. هی سیری برو تو اینستاگرام. مثلا این چی میگه؟ مگه سیری فارسی بلده که داری باش فارسی صحبت می‌کنی؟ بلد نیستی؟ نه. بیا اینجا بده. ببین دوباره میگم هی سیری برو تو اینستاگرام. چه جالب. خب حالا بریم که بهت آموزشش رو بدم. شورتکات داخل همه آیفون ها هستش، پیداش میکنیم، به علاوه بالا رو میزنی، بعد تو این قسمت اوپن اپ، قسمت اپ شما باید هر برنامه‌ای که دوست داری بازش بکنه
میزنیم. من این بار دیوار رو انتخاب میکنم. تو این قسمت بالا هم قسمت رینیمش اینجا مینویسی برو تو دیوار، بعد دانو میزنی، قسمتم دانو میزنی. حالا اینجا نگاه کن. هی سیری برو تو دیوار. Done. به همین راحتی. LCD گوشی اگه به هر دلیل شکست، بیا تا بهت بگم LCD اصلی باید چه مشخصاتی داشته باشه. حواست باشه کلا سرت نره. نمونهش رو توی آیفون 15 پرو مکس میخوام بهت نشون بدم که همینجوری که میبینید LCD شکسته و ما میخوایم LCD 100% اورجینال و روکاری واسهشون نصب کنیم. یعنی چی؟ یعنی از یه آیفون 15 پرو مکس دیگه باز شده و میخوام روی این دستگاه نصبش بکنیم. ببینید هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنه. حالا جدا از کیفیت LCD، نحوه تعویضش هم خیلی مهمه که حتما باید به صورت اصولی انجام بشه. بریم برای تعویض. نکته اول، از آیفون 8 معمولی به بعد زمانی که LCD تعویض میشه حتما باید LCD واسهتون پروگرام کنن تا گزینه دورتون واسهتون فعال بشه. و از آیفون 11 معمولی به بعد زمانی که LCD تعویض میشه حتما باید آیسی مربوط به ارور تعویض LCD رو از LCD قبلی، یعنی همون LCD فابریک شما جدا کنن، شابلون کنن و روی LCD جدید نصب کنن تا داخل تنظیمات بهتون هیچ اروری بابت تعویض LCD نده. و در آخر بابت مقاوم بودن در برابر آب چسب واترپروفش هم نصب میکنه. حالا کی میتونه درست حدس بزنه که هزینه تعویض LCD این دستگاه چقدر شد؟ داخل کامنت ها بهمون بگید. وارد دستگاهتون بشه و قسمت‌های مختلف دستگاهتون رو خراب کنه. نمونهش این آیفون 13 پرو که واسه مشتری عزیزمونه یک هفته پیش در پشتش رو میشکنه، اقدام به تعویضش نمیکنن و این خورده شیشه‌ها وارد دستگاه میشه، باتری دستگاه سوراخ میکنه، باتری دستگاه بیش از حد باد میکنه و LCD این دستگاه هم میشکنه. با اینکه همون اول اگه در پشت دستگاه تعویض میکردن، تو مجموعه ما تو کمتر از 3 ساعت بدون اینکه گوشی باز بشه کارهای تعویض در پشتشون تموم میشد. ولی الان LCD با تعویض بشه، باتری و همچنین درب پشت این دستگاه. این ویدیو رو بفرست واسه دوستان آیفونی که اگر خدایی نکرده درب پشت گوشیشون شکست بدونن چیکار کنن. اینجا رنگ کمپانیه. ما هر روز کلی گوشی‌های ترکیده رو تعمیر می‌کنیم، کلی ترفندهای خفن بهتون آموزش میدیم. آقا تو رو خدا کمکم کنی. چی شده؟ سلامت باتریم داره کم و کمتر میشه. کمتر از 2 ماه گوشیمو خریدم. 40 تومن پول گوشیمو دادم. شما شب تا صبح به شارژ میزنی؟ نه به خدا. در حین شارژ استفاده می‌کنی؟ اصلا. شارژرتون چیه؟ شارژرتون اصلیه؟ اصله من اینها تازگی آوردمش بفرم. ببینم. نباید توی 2 ماه بشه 92%. خب این فیکه دیگه. چطور فهمیدی؟ ببینید شارژر که اصله اینجا 12 تا پین داره، برای شما 6 تا پین بیشتر نداره. باید به صورت شلاقی هم باشه که اینم نیستش. ببینید این آداپتور منو نگاه کنید، هم به صورت شلاقیه، همین قسمتش نگاه کنید 12 تا پین داره. اصلا من یه تستر دارم، نگاه کنید با این تستر چکش میکنم. همینجوری که میبینید اینجا زده آداپتورشون فیکه. حالا بریم آداپتور ما رو تست کنیم. اما مشخصات آداپتور رو آورده و اورجیناله. استفاده از همین آداپتور